آیا میخواید سیستم دفاعی طبیعی بدن خودتون رو تقویت کنید؟ تو این ویدیو نکات عملی و مؤثری رو برای تقویت سیستم ایمنی بدن به طور طبیعی با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. تغییرات ساده در سبک زندگی و عادات روزانه میتونن تفاوت بزرگی رو تو سلامت و رفاه کلی شما ایجاد کنن. اما قبل از اینکه بریم سراغ این 5 مرحله، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین، چون هر هفته ویدیوهای آموزشی جدیدی واسهتون میذاریم. مرحله 1: رژیم غذایی متعادل داشته باشید. یک رژیم غذایی متعادل برای حفظ سیستم ایمنی بسیار مهمه. انواع میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های بدون چربی، غلات کامل و چربی‌های سالم رو حتما توی رژیم غذایی خودتون داشته باشید. مواد مغذی مثل ویتامین C موجود در مرکبات، توت فرنگی و فلفل دلمه‌ای، ویتامین E موجود در بادام، تخمی آفتابگردان و اسفناج، روی موجود در گوشت، صدف و حبوبات و آنتی اکسیدان‌های موجود در توت‌ها، آجیل و شکلات تلخ برای سلامت ایمنی ضروری هستند. غذاهای تخمیری مثل ماست، کیمچی و کلم ترش حاوی پروبیوتیک‌هایی هستند که میتونن سلامت روده رو تقویت کنن که ارتباط نزدیکی با عملکرد ایمنی دارن. این غذاها رو به وعده‌های روزانه خودتون اضافه کنید تا بدن شما مواد مغذی لازم برای مبارزه با عفونت‌ها رو دریافت کنه. مرحله 2: هیدراته بمونید. هیدریشن صحیح از سیستم ایمنی پشتیبانی میکنه و به دفع سموم و عملکرد بهینه سلول‌ها کمک میکنه. سعی کنید روزانه حداقل 8 تا 10 لیوان آب بنوشید. غذاهای هیدراته مثل خیار، هندونه و پرتقال نیز میتونن به مصرف روزانه مایعات شما کمک کنن. چای‌های گیاهی مثل بابونه و چای سبز گزینه‌های عالی برای آب هستند و آنتی اکسیدان‌های تقویت کننده ایمنی بیشتری ارائه میدن. از مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین و الکل خودداری کنید، زیرا میتونن بدن رو دهیدراته کنن و سیستم ایمنی رو تضعیف کنن. مرحله 3: به طور منظم ورزش کنید. فعالیت بدنی منظم گردش خون رو افزایش میده و به سلول‌های ایمنی کمک میکنه تا به طور کارآمد در سراسر بدن حرکت کنن. سعی کنید بیشتر روزهای هفته حداقل 30 دقیقه ورزش متوسط مثل پیاده روی، دوچرخه سواری یا شنا انجام دهید. تمرینات قدرتی و یوگا نیز با کاهش التهاب و سطح استرس میتونن عملکرد ایمنی رو بهبود ببخشن. تمرینات با شدت بالا میتونن به ویژه در مدت زمان کوتاه مؤثر باشن. به بدن خودتون گوش کنید و از ورزش بیش از حد خودداری کنید، زیرا تمرینات بیش از حد میتونه سیستم ایمنی رو سرکوب کنه. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید، چون میخوام آخر ویدیو یه نکته طلایی رو بهتون بگم که هیچ جای دیگه پیدا نمی‌کنید. مرحله 4: خواب رو تو اولویت قرار بدید. خواب با کیفیت برای ترمیم و بازسازی بدن ضروریه. بزرگسالان باید هر شب بین 7 تا 9 ساعت بخوابن. یک برنامه خواب منظم داشته باشید و هر روز تو همون ساعت به رخت خواب برید و بیدار بشید، حتی در آخر هفته‌ها. یک روال آرامش بخش قبل از خواب ایجاد کنید، مثل مطالعه، گرفتن حمام یا تمرین و مدیتیشن. محیط خواب خودتون رو بهینه کنید و اتاق خودتون رو خنک نگه دارید. از پرده‌های تاریک کننده یا گوشگیر استفاده کنید. از مصرف کافئین و نیکوتین قبل از خواب خودداری کنید تا کیفیت خواب شما بهبود بیابه. اگه تو به خواب رفتنتون مشکل دارید، من یک ویدیو کامل در مورد این توضیح دادم و لینکش رو این پایین براتون میذارم. مرحله 5: مدیریت استرس. استرس مزمن میتونه پاسخ ایمنی شما رو تضعیف کنه و تولید کورتیزول، هورمونی که میتونه عملکرد ایمنی شما رو سرکوب کنه، رو افزایش بده. تکنیک‌های کاهش استرس مثل مدیتیشن، ذهن آگاهی، تمرینات تنفسی عمیق یا نوشتن در دفترچه رو به روال روزانه خودتون اضافه کنید. فعالیت‌های بدنی مثل یوگا، تایچی و پیاده روی در طبیعت نیز میتونه به کاهش سطح استرستون کمک کنه. حفظ ارتباط اجتماعی و دریافت حمایت از دوستان، خانواده یا گروه‌های حمایتی برای سلامت عاطفی بسیار مهمند. در صورت اینکه استرس بیش از حد بشه، به کمک‌های حرفه‌ای فکر کنید. خب بریم سراغ نکته طلایی. قرار گرفتن در معرض نور خورشید به بدن کمک میکنه تا ویتامین دی تولید بشه که برای عملکرد ایمنی بسیار ضروریه. سعی کنید حداقل چند بار تو هفته 10 تا 30 دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرید، ترجیحاً در صبح یا اواخر بعد از ظهر. در نظر بگیرید که مکمل‌های ویتامین دی رو به ویژه در ماه‌های زمستان یا در صورتی که به نور خورشید دسترسی کمی دارید حتما استفاده کنید. اگه بازم از این ویدیوهای آموزشی نیاز دارین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، چون هر روز ویدیوهای جدید داریم.